زندگی از مسحکه نه، بلکه از فاجعه و مسحکه عبارت است. چطوری که از پس شب روز و از پس روشنایی تاریکی می آید، از پس غصه هم خنده و از پس مسحکه غصه تکرار می شود. این جمله ها را هنرمند خلقی تاجیکستان امان الله قادروف در یادداشت‌های خویش نگاشته است. همچنین او می نویسد که اگر بخواهیم که زمان فقط از مسحکه عبارت باشد، در یگان زمان افسانوی باید زیست. بله، زندگی گاه افسانه را میماند. از چه شدن امروز و پگاه کسی آگاهی ندارد. امروز از پیراهی زندگی امان الله قادروف قصه میکنیم. او تابستان سال 1945 در ناحیه شهر نو تولد شده است. من در همون سنگمیله بالا، دهه بالا، در همون سرگه قشلاق به دنیا آمدم. تا 10 سال 15 سال پیش در این دهه نه برق بود و نه راه ماشین بود و خیلی راههای دشوارگر داشت. یک راهی باری که از آن طرف دهه که بزرعه میگویند، یک بزرعه بود که مردم با همون راه از ناحیه به دهه می آمدن و می رفتن. اگر دو کس روبرو شود باید یک نفر دیگر حتما راه را خالی کند و به دیگر کس راه دهد. انا در همین دهه تا سن 12 سالگی 13 سالگی من عمر به سر بردم. زمان نورسیش به زمان پس از جنگ بزرگ وطنی، یعنی به زمان بازسازی راست می آید که تمام مردم بهره از نوسازی کشور کمر بسته بودند. زمان نورسی در دامنه تپه های دهه سپری می شود و همین گونه بهره دانش آموزی به مکتب دهه می رود. اینی در صف 4 خواندنش تقویش مصلحت می دهد تا او برای متخصص شدن باید در مکتب اینترنت ناحیه تحصیل نماید و این پیشنهاد برایش پسند می آید. همه بعد جنگ تشویش و تهلکهشان زیاد بود. همه به هر طرف رفته بودند. برادرها از پی زندگی بودند. من کودکی خردسال که بودم در خانه خودم را یک صاحب خانه حساب میکردم. یک مردی یعنی بزرگ خانه من حساب میشدم، چون که بغیر از من بچه کلان یا مردی بزرگ نبود. همین خیل از همین دهه بعد صنف 5 با آموزگاه اینترنتی چپتوره به خواندن رفتم. در مکتب اینترنت او بسیار میخواست تا مکانیک باشد و در آینده تراکتورچی شود. همان سالها کیها در وجودش محبت صنعت پیدا بود. او تمام ترانه هایی که طریق رادیو پخش می شدند زود از خود میکرد و به طور خود می سرایید. بعد ختم مکتب معلمان برایش مصلحت می دهند که با آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمایی ناحیه لنین، حالا کالج فرهنگی ناحیه رودکی داخل شود و هنرش را صیقل بدهد. همین گونه تا سال 1965 او در آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمایی ناحیه لنین تحصیل میکند و بعد به حیث موسیقی نواز به تئاتر لاهوتی به کار می آید. در چندی از نمایشنامه های تئاتری او با رباب قشقری آهنگ نواخته است. برای دوامیابی پیراهی هنری امان الله قادروف
нақши маҳмудҷон воҳидов ва қимаршоҳ ҳимматшоев калон аст. зеро маҳз бо пешниҳод ва дастгирии ин ҳунармандон амонуллоҳ ба институти давлатии санъати театрӣ ба номи луначарскии шаҳри Москав роҳ меёбаду ҳунари худро сайхал медиҳад. ҳанӯз аз давраи донишҷӯишон ҳамчун як санъаткори ҳунарманди писандида, яъне ҳамон вақт истеъдодаш маълум шуд, ҳатто аз курси якум. ман баъд фаҳмидам, ки Амонуллоҳ Қодиров то ин дама дар як вақтҳо омӯзишгоҳи маданӣ равшаннамоӣ будааст дар Гуктош, бале, ҳозир ноҳияи Ленин, ҳамонҷо таъсир кардааст. хай ҳам суруд мехонд, ҳам нақл мекард, шеър мегуфт. лекин аз рӯзи якум, аз рӯзҳои аввали якум ва аз курси мо ба фикрам, агар хато накунам, пештар қадам гузошт, яъне пешсафтар буд. Вай истеъдодаш ҳам рӯи вай буд, ҳамин ганҷе ки рӯи ҳамин замин, вай кофтан дар кор набуд. баъдтар баъди курси 2-3 вай аз яке аз дӯстдоштарини студент шуд, профессора мо шуд, сурнағз вай медид. ва мо ҳис кардем, ки Амонуллоҳ бале вай як истеъдоди фавқулода дорад, ана як умеди калон доштем аз вай, хато накардем. дар ин донишкада Амонуллоҳ миёни ҳамсабақон мақоми хоса пайдо мекунад ва чун забони русиро нисбати дигарон хубтар медонист, устодон низ ӯро дӯст медоштанд. баъди бозгашт аз Москав ба театри ҷавонон ба кор меояд. Амонуллоҳ ва ҳамдарсонаш аз Москав чанд намоишнома оварда буданд. аз ҷумла ҳалокати умед, табиби зуракӣ ва пирии пурзаҳмат намоишномаҳое буданд, ки Амонуллоҳ нақшҳои марказиро мебозид. маҳз ҳамин намоишномаҳо ҳунарманди ҷавонро барои тамошобини тоҷик муаррифӣ намуданд. ман як мисол мегӯям, дар як ҳалокати умед як асари калон ҳаҷм буд. онҷо як нақша вай офарид. ҳамон нақша то ҳоло ман аз фикрам, аз хаёлам дур намекунам. чунон бомувофиқат буд, чунон як бозёфт буд, ки на барои ҳар як ҳунарманди касбин муяссар мешавад. ин аз ҳамон вай мешавад, ки яъне санъати вай, истеъдоди вай як фарохе буд, як ранги як океан буд. баъд дар намоишҳои дигари дипломиамон дар жанри ҳархела, ман Амонуллоҳ Қодировро ҳамчун дар жанри масҳака ва як истеъдод мегӯям, як бозёфт мегӯям, яке фавқулодам намегӯям, чунки дар табиаташ буд. ва ҳар як нақше ки иҷро мекард, вай бадоҳатанам иштирок мекард, ҳамон амал мекард. ва хати мо устод Амонуллоҳро аз соли 1971 асри гузашта аз оғози театри давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон мешиносем. аллакай гӯем, ки дар кулвори театр аз саҳнаи донишҷӯӣ, агар гӯем кулвори театрро пур карда буд Амонуллоҳ Қодиров, хато намекунем, чунки воқеан ҳам дар кори дипломияшон, ки баъд дар репертуари театр ворид шуд, намоиши Жан-Батист Малиер табиби зӯракӣ, онҷо Жеронтро офарида буд. аллакай бо нақши Жеронташ мисли ҳунарпешҳои ҳирфавӣ аллакай бозӣ мекард, яъне иҷро мекард нақшро. гарчанде шогирдона буд гӯем, вале ба шогирдона монанд набуд. ман дар хотир дорам, ҳанӯз донишҷӯи факултаи актёрии донишгоҳи санъат будем. ана ҳами қабил ҳунарпеша буд. аз қадамҳои нахустинаш, яъне ки ҳунарпешаи ҳирфавӣ монанд буд. Гафар, у меня есть идея. Негодяй! Отпусти меня!
Не смей! Отпусти, мерзавец! Гафар, опомнись! Что ты делаешь? من از سال 1991 اون کس رو میشناختم وقتی که ما ختم کردیم و آمدیم به تئاتر و فعالیت خود رو در اینجا آغاز کردیم استاد بسیار غمخوار بودند یعنی به ما جوانها کمک میکردند و من فراموش نمیکنم وقتی که یک نمایش بود علف‌های بیگانه و در اونجا من نقش می‌آفریدم و استاد نیز یک نقش جالبی داشتند و هر زمان وقتی که یک سخن داشتن از همون نقش قربان و همین قربان گفتنشون میدونید پر از شیرینی پر از شوخی پر از همون لحظه هایی بود که در حقیقت تا حال در یادم هست اینقدر به مهر به محبت نسبت ما جوان ها کمک میکردن و در نمایش خزانریز از روی اثری شادی صالح مؤلفشون هم اون کس بودن و کارگردانشون دولت عبیدالله بود در خزانریز هم با هم یک جای نقش می آفریدیم و ببینید که یک شخصیتی بود که هر یک نگاه او در صحنه هر یک سخن او میرسید یعنی به تماشابین میرسید میرسوندن در نزدش سخنهای دبدبانات میگوید و از پسش غیبت میکنه آخر روی آدم شیرین است محبوبه خان لیکن من کمسن شما امروز کارگری سودا و پگاه هستی پنجره شاور شونده شما باید در نزد علما و ادبا یک شخص اینجور معلوم مشهور باید باشد باور کنید با شرافت این اشخاص شما صاحب معلومات میشوید نامزد علم و بیداخل دکتر علم میشوید این مشهور رو اکادمیک میکنم همه بخوان من شما رو گوش کنید محمد خان قربان شما نمیگذارم که با پای یکان خار خلم روی دست تاج سر میکنم سر میکنم شما با سین سالی من نگاه نکنید باردالا بخوان غیبت چی؟ چی؟ مایلش من فکر میکنم بنده صبر میکنیم صابران از صبر یافتند قربان بعد 10 سال 11 سالی وجود داشتن تئاتر دولتی جوانان اولین عنوان‌های افتخاری که به هنرپیشگان به 26 نفری که تئاتر را تأسیس داده بودند اساسگزاران تئاتر جوانان بودند ختم کردگان دانشگاه دولتی صنعتی شهر مسکو امان‌الله قادریف یکی از اولین ها به این عنوان بلندی حکومتی سزاوار گردید عنوان فخری امان‌الله قادریف و رجبگل قاسمی و اینها اولین ها بودند سال 1982 از ما پیشرفت‌تر بود از ما محبوبیت تماشابان نسبت وی بسیارتر بود و بسیارتر مخلصان داشت گرچند که ما جوان بودیم ما برای مثال همین چیزهای لیریکی بازی میکردیم چیز میکردیم لیکن وی مخلصان از حد زیاد داشت هم وابسته به همین چیز خودش استعداد خودش من قائلم وی با اونه که و در هر وقت و در هر نمایش و در هر ژانر در هر دراماتورگی که جهانی باشد یا معاصر باشد یا کلاسیکی باشد وی از خود الهام میکرد از خود الهام میکرد بعد رژیسورها وی با امکانات میدادن که تا کجاها میبرد تا کجاها میرود و خیلی بعضا از همون چیزا میبرامد خیلی بعد او را کور میکردن یا وی میکردن یعنی خیلی رودکی شاعر هستی بله پارسال هنگام جای کابی نه در همینجا ما با تو باخورده عرض حال کرده بودیم آن وقت تو به ما وعده داده بودی که عرض شما را به پادشاه میرسانم ولی اکنون تو شاعری دربار ندیم پادشاه شده ای چه علاج
کس با امیر و وزیر همنشین که شد وعده دادگیش از یادش نمی‌براید. فریادی بیچاره‌ها به گوشش نمی‌رسد. کنار وعده‌های دادگیش کار سخن‌های بلند پروازد. گر بر سری نامشگود امیری مردی بر کار و کارش نقطه نگیری مردی. همکاری با تلویزیون تاجیک به فعالیت امانالله قادروف رنگ دیگر می‌بخشد. سلسله نمایشنامه‌های هجوی هادی و شادی یکی از سربیننده ترین برنامه‌های سالهای 70 به حساب برفتند. سرجانت کلان قادروف من رفیق سردار اکی تریبه دم نیده دزدور قپیده نه رفیق سردار اکی تریبه دم نیده چون قپیده از خفاشان سر کردم ماشینه گم کردم رفیق سردار ماشینه گم کرده؟ بله رفیق سردار اگه تریبه دم نیده چو گم کرده؟ ماشین آنها جیپ بود تا ما زبدید کرده از قفاشان سر کردیم که آنها شهر میانه بر کردن رفیق سردار اگه تریبه دم نیده جیپ قپیده جیپ؟ قپیدم رفیق سردار لیکن اون جیپ نه رنگش همان جیپو لیکن این جیپی الماس کمانگیر بود است رفیق سردار ها کور بوده کورا کور رفیق سردار لیکن زود بنا شدیم و خطاگی مونه اصلاح کردیم و درون بیرون ماشین تازه کردیم و جواب دادیم و جواب دادید؟ نه گوشل کردیم رفیق سردار سوز کردی دزدورا چی؟ دزدورا قپیده؟ دزدورا نه قپیده اکنون میخوام گفتم که بنزینمون تمام شد رفیق سردار انا بعد گشتم و کمپیرا قپیدیم کیرا؟ کمپیرا جیب داشت نکک نت رفیق سردار هرچند که بدون اون صحنه‌ای که در تئاتر وجود داشتن کارهای مستقلانه داشتیم در تلویزیون در رادیو اینقدر بحث و تلاش و مناظره ها زیاد بودن ولی هیچ وقت نزاع در میانمون نبود. ممکنه؟ سلام علیکم مرحمت. سلام علیکم. نقش آفرید در نمایشنامه‌های تلویزیونی پهلوی دیگری ایجادی امانالله را روشن می‌کند. کارگردان‌های تلویزیونی تاجیک شمسی قیاموف و ساجده غلامووا بیشتر کوشش می‌نمودند تا هنرمندان در صحنه‌های هجوی موضوع‌های مهم جامعه را بازگو نمایند. نقش شمسی کبرکوویچ در نمایشنامه حیات و عشق، اسپکتاکل‌های سنگ در خلطه، سیاه سوار، برنامه‌های چایخانه دلکشا، لبخند، بی‌غرض پند، چایخانه مشفقی و چند تای دیگر را میتوان نام برد که در معرفی هنری صحنه آفری امانالله قادروف نقش داشتند. خود را خیلی سرفراز احساس میکنم. نه تو با من گوی که از چوبا 2 سال باز تو مخصوص به این رایون میآیی؟ چوبا چی یکون جای دیگر کم زده است می قصد است می جای دیگر نیست می میبخشید جای دیگر هست لیکن چی گویم اینجا با من بسیار معقول. یک اثر میمو بختی گرفتیم ای جوانی اونجا من و امانالله در یک رول دوبلور بودیم دو کس. بعد یک هفته من بود کار میکردم و یک هفته بود کار میکردم. همین یک هفته کار کردم رژیسور نگاه کرد گفت که خیلی правильно ти работаешь правильно вот так держи یعنی فرین تو یافتی همین اوستا دوام دادن که یک هفته گذشت بعد نوبتی امانالله همین یکم برآمد من در زال شدگی برآمد همین 5 minut 10 minut ریپتیسیون کرد که همین نقش خودش همین گویا که برای وی نوشته نمی چیزا من گفتم امانالله جورا من با تو لوف نمیزنم حقیقتی خیلی اجرا میکنم لیکن دیگر خیلی این نقش تو بود است گفت که چخیل من از این دست میکشم گفت که نمیدونم رفتم پیش رژیسور میگفتم ارگشکا
Этот роль это его. Чунки аз ин беҳтар ман иҷро карда наметавонам. Ҳамин як рӯз машқ кард, исбот кард ки ин зур аз амрикои ҳақиқатӣ. سلام حنیفه خان. شما نظمی حنیفه خان؟ تن جانکتان صحت سلامت؟ خوش. اکام خانه بمی؟ نیستند. اپیم چی؟ نیستند. آنها کجا رفتن؟ نمیدونم. حنیفه خان، چرا شما با من این خیلی معامله میکنید؟ حنیفه خان شما لا بای بابا، گفتم که پدر و مادرم نیستن. چی؟ خوشی؟ کی بابا؟ من بابا؟ توبه. حالا نگاه کرده ایست. به دستم افتاده 7 قبط کرپچه را پرداخته مرحمت شوهر جان. بالا برآمده استراحت کنید نگویی روزه طبی. توبه. باز من بابا بودم. ای این سرد از آسمان آید ها. تو از آنی من میشوی و من از آنی تو. تیرمیزکی باز ناز میکند که من به وی خوش آمد زنم. من به که خوش آمد زدنم را خودم ناز میدونم. ای پدرت با 2 دست ادب برآورده به من ندهد و روزش را بیند. من بعد من به تو بابا را نشان میدم. ترمیزک. همچنین در نمایشی که این نمایش در جشنواره بین المللی نوروز در ترکمنستان بود، نمایش سفر مخزون بود و در آنجا نیز استاد نقش خیلی جالب می آفریدند. یعنی استاد بسیار در مسحکه جذاب بودند. با همراهی استاد دوست داشتنی شادی ساله یک جا، یعنی یک تندم پوره بودند و هر برنامه آنها با خوشی، با خوشنودی، با پیروزی انجام می‌یافت. و من بسیار از استاد برای خود یادداشت‌ها دارم. چگونه وقتی که ما در خزانرس کار می‌کردیم، این واقعیت در یک پنسیونات برگزار می‌گردید و من خانمی یک زنی پیر رو باز می‌کردم. یعنی شوهر من موسفید کوانسال بود، من خانمی جوان. و در بین آن همان چیزها باز بازی‌های استاد به همتا بودند. پهلوی دیگری ایجادیات امان‌الله قادرов سینما میباشد. او در فیلم‌های 7 داماد دزدیده شده، اسب‌ها در زیر نور آفتاب، آدمان سیاره غیر، داستان سیاوش، کمال خوجندی، در روزی پدر نقش‌های گوناگون را اجرا نموده است. بیشتر هنگام او همچون یاردمچی کارگردان در پخته شدن نقش‌ها کمک می‌نمود، زیرا می‌دانست که قهرمان در زندگیش چگونه است و در صحنه چگونه. نقش می آفریدند و به چشمانشون نگاه میکردید، چشمان اون کس
به مثل چشمان من و شما یعنی گویم سیاه نبودند، آسمانی بودند، سبز می شدند و هر زمان در صحنه رنگ چشمشون دیگر می شد. از حالت رفته رنگ چشمانشون دیگر می شد و هر زمان وقتی که در مجلس ها اون کس می در اومدن با تبسم با یک سخن خوب دل ما رو گرم می کردن. با شهرهای مسکو، اشخاباد، تهران سفرهای هنری انجام داده سینمای وطنی را معرفی نموده است. تمام فعالیت ایجادیش در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف گذشته است. در حجو داد هنر را داده است. هرچند obrazهای لیریکی، دراموی، فاجعه‌وی را نیز با مهارت بلند اجرا می‌کند. حالت روحی و دنیای باطنی قهرمانانش را همه جانبه می‌گشاید. تماشاگران با استعدادش در بیش از 60 اسپکتاکل تئاتر از قبیل دان ژوان، عمر جاوید، لطیفه های دهات، یک پول سودا، 100 پول غوغا، رابعه بلخی، امید، طبیب زورکی بهای بلند دادند. و واقعا هم هنرپیشه بود که چند وقت بازنشینی کرده باشد هم از اعتدال خود، از مقام خود، از جامعه خود بیرون نبرآمده بوده است. هنوز هم در شکل خود یعنی در فرم خودش فرمای درستی، راه درستی هنریش بوده است امان الله قادرов. و من ایره همین شب و روزی که حساباتش رو تجلیل کردیم درک کردم و یک چند پاره ها از نمایشنامه ها آفرید. تماشابینش رو دعوت کردیم. خب بسیار شاد شدند، عکسبرداری های بسیار شد، برنامه های بسیار تلویزیونی هم ثبت نمودند و یک حسابات ایجادی داد. گویم 1 سال پیش از وفاتش امان الله قادرов و این بسیار شاد خرسند بودیم. بعد بنابرای یک دیگر همسبقانش نیز از این چیز برخوردار گشتند و حسابات ایجادیشون برگزار گردید. خب کدام نقششان نمیدونم، کدام نقششان نامبر کنم که گویم که خوب نبود یا که خاطر رس نبود، خاطر رسان نبود. این خیلی نقشه ندارد امان الله قادرов و فکر میکنم که صحنه تئاتر تاجیک، بالکل صحنه تئاتر تاجیک جای امان الله قادرов خالی است. بزرگ میگوید که به جهان آمدن و رفتن ما نیست هنر. به جهان آمدن و رفتن ما نیست هنر. هنر آن است که باغ شوی و آری ثمر. ببینید که بزرگ در 2 مصرع چقدر بیان کرده است، چقدر تحلیل ها کرده است و آن همون باغی که ما میگوییم بالای همین صحنه تئاتر است و میوهش هنرمندا هستند که به مردم غذای معنوی میدهند و استاد امان قادرов در برشان بودیم، همکاری داشتیم در تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف. از دوره‌ای که ختم دانشکده را کردیم در اینجا آمدیم. بسیار خاکسار بودند، بسیار مهربان بودند، با همه یک بودند. استاد امان قادرов وقتی که ما یک فیلمنامه کوتاه درباره نیکای خویشتباری نزدیک با استاد پیشنهاد کردیم که نقش پدری ما رو بازی میکنید، گفت که شما چند فیلم گرفتید؟ من گفتم 2 فیلم هست. گفتم بچه جان ما تا آن دمی که در همین تئاتر یک جا فعالیت میکنیم در برت هستیم، کمکت میکنیم که شما جوانان انکشاف یابید. در تمام نقش ها چه در صحنه تئاتر و یا در صحنه تلویزیون نقش امان الله دیگر است. گاه حین تماشا موضوع بررسی می شود که 10 سال پیش ثبت شده است ولی امروز هم آن مشکلی در جامعه جای دارد. نقش هنرمند هم همین است. هنر او، نقش او باید مال یک زمان نباشد. صحنه های امان الله نیز مال تنها یک وقت نیستند بلکه نمونه عبرت بخش زندگی می باشند. زندگی او، مکتب هنری او خاصه است و نمونه برای جوانان هنرمند. از امان الله قادرов در صحیفه های تلویزیون و تئاتر تاجیک صدها نقش های در سطح عالی آفریده شده
فرزندانی به اور و ناموس و تربیت خوب دیده و همزمان یادهای شیرین باقی مانده اند که در خاطر دوستان و نزدیکان 10 ساله های دیگر جلوه خواهند کرد. فیلسوف بزرگ یونان ارسطو میگوید که من دنیا را چنان دانستم فهمیدم عاقبت فهمیدم که هیچ چیز را نفهمیدم. من امروز درباره نقشه ها هیچ چیز را نمیدانم، لیکن تقدیر چیزی را که نصیب کرده باشد همون را میبینیم.